درودی به پایان به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه خبری و تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. سرخط خبرها. وزیر معارف میگوید هیچ ضرورتی برای بازگشت به خط فارسی وجود ندارد. الماسبک آتانبایف پرزیدنت سابق قرقیزستان برای بازپرسی به سود حاضر نشد. اکنون با استفاده از نیرو به دادگاه میبرندش. ایالات متحده آمریکا 500 نیروی نظامی خود را عازم عربستان سعودی میکند. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که برای بازگشت از خط سیریلیک به خط فارسی ضرورت وجود ندارد. نورالدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی گفت که امروز تاجیکستان ضرورت از خط سیریلیک به خط فارسی گذشتن را ندارد. و گفت تاجیکستان هیچگاه نیت نداشت که به خط فارسی برگردد. ما هیچگاه نیتی از خط سیریلیک به خط فارسی گذشتن را نداشتیم. ما ضرورتش را هم نمیبینیم. در مکتب‌های میانه تاجیکستان در صنف‌های 7-8 الفبای نیوگان درس میدهیم. وزارت همچنین کتاب‌ها را نیز چاپ کرده پر دسترس خواننده‌ها کرده است. دعوای نورالدین سعید مبنی بر این که هیچ ضرورتی برای گذشتن به خط فارسی وجود ندارد، در حالی است که اکثر زبانشناسان و زیایان تاجیک مهم بودن آن را تأکید می‌کنند. ماه مارس سال گذشته با امضای نزدیک به 600 نفر کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در گروه زبان پارسی نامه سرگشاده به هر دو پلاتی پارلمانی کشور نوشته درخواست نموده بودند که نام راستین زبانمان را که پارسی است به کرسی اعتبار رسمی برگردانند. در نامه سرگشاده گفته می شد که تمام آثار تاریخی و ادبی گواه است که نام رسمی زبان ما تا سال 1928 هم فارسی بوده و در زبان مادری یا ملی ما اصطلاح زبان تاجیکی نه رسما و نه عرفاً به معنای زبان پارسی به کار نمی رفته است. کوچکترین شک در این مورد وجود ندارد که اصطلاح زبان تاجیکی با انگیزه سیاسی برای در هم شکستن زبان پهناور پارسی، کمزور کردن آن در برابر زبان روسی و تحقیر تاجیکان پدید آمده است و ساخته تاجیکان نیست. بدور از این توطئه های سیاسی زبان ملی ما تاجیکان همیشه پارسی بوده است، هست و میماند. اما نه مجلس نمایندگان و نه مجلس عالی و این نامه جواب ندادند. نادیده گرفتن خواهش مردم، فعالان جامعه شهروندی از جانب پارلمان کشور نشانگری آن است که پارلمان یک شاخه جداگانه حاکمیت در تاجیکستان دست و پا بسته است و هیچ ابتکاری همچون نماینده مردم کرده نمیتواند. وگرنه هیچ یکی از دو پلاتی پارلمان به این نامه جواب می نوشت و سببی برنگشتن به خط فارسی را شرح می داد. حالا امید جیهانی پژوهشگر علوم زبانشناسی در خط علاقه با ما هستند. میخواهم از ایشان چند سوالی کنم. درود بر شما. سلام، خوب هستی؟ سراول پرسیدنی هستم که آیا در حقیقت وزیر معارف درست میگوید که هیچ ضرورتی برای برگشت به خط فارسی وجود ندارد؟ مثلا زبان ما رو هم به خط فارسی می نوشتن، هم به خط لاتین می نوشتن، هم به خط امروزی تاجیکی می نوشتن و هر کدام از این خط ها برای ما یک دستاوردها و یک بردباخت های را داشته هست. اما باید نگاه کرد که ماهیتا زبان ما مردم تاجیک فارسی هست و این زبان فارسی تاجیک ها از روزی که زبان ملی ما شده است در 1300 یا 1200 سال پیش با همین خط فارسی نوشته شده است. هیچ گونه خط دیگری نداشته است. از اول خط ملی ما همین خط فارسی بوده است و ما با این خط ادبیات را پدید آوردیم و فرهنگ را ساخته ایم. آن فرهنگ تاجیکی که ما امروز با اون ناز شیوه میکنیم محصول همین خط هست. یعنی در واقع زبان و خط دو ابزار بودن که فرهنگ و ادب ما رو به وجود آورده اند. و یکی از اهمیت های بازگشت ما به این خطمون همین است که ما این سلسله تاریخی
گسسته خودمون رو باز به هم پیوند کنیم. یعنی ما باید کاری کنیم که ما تاجیک‌ها امروزه را از نسل همون تاجیک‌های پیشینه بدانند. ولی امروز که ما زبان فارسی خودمون به یک خط دیگر می نویسیم، پیوند بین ما و رودکی و بالسینا وجود ندارد. آن چیزی که تاجیک را تاجیک میگرداند همان زبان و فرهنگ و ادب است که از زمان سامانیان تا زمان شوروی ساخته و آفریده شده وجود داشت. ما در زمان شوروی یک چیز دیگری ساخته بودیم که وی بنیاد نداشت، هوایی بود. همین بود که با فروپاشی اتحاد شوروی آن تاجیکی که ملت سوسیالیستی تاجیک میگفتن فروپاشید. خط سریلیکی که امروز در کشور رایج است چه مشکلی دارد؟ چرا نمیتواند الटरनेटिव خط فارسی باشد؟ ما باید با همزبان‌های خودمان همخط باشیم. ما با همزبان‌های خودمان همخط نیستیم، ولی با مغول‌ها همخطیم. مغول‌ها برای ما جز از بدبختی و قتل، غارت، نابودی فرهنگ تمدنمان چیزی نآوردن. نه هم دینمون هستن، نه هم زبانمون هستن، نه هم فرهنگمون هستن. ما هیچ نزدیکی به اونا نداریم. خب چرا ما باید با اونا همخط بده باشیم؟ فقط به خاطری که زمان شوروی بودیم؟ نه، چنین نمیشه. چنانه که روس‌ها با همزبان‌هاشون همخط هستن با دیگر مردم اسلامی تبار، ما هم باید با همزبان‌های خودمون همخط باشیم تا حوزه تمدنی و فرهنگی خود را داشته باشیم. چرا زیاییان و دانشمندان زبانشناس درباره برگشت به خط فارسی گپ میزنند ولی درباره متد و یا اصول برگشت به خط فارسی تا به حال چیزی به مشاهده نمیرسد؟ نه کسی در این زمینه کاری کرده است، نه کسی در این زمینه پیشنهاد داده است و نه از طرف دولت هم نه برنامه پیشنهاد شده است و دولت هم نگفته است که چرا نمیخواهد. میگه ما ضرورت رو نمیبینیم، در صورت که چنین ضرورت هست. این ضرورت باز هم دگانه هست. یکی این که ما مردم تاجیک دین به دنیا نآمدیم، بلکه یک تاریخ 1300 ساله اسلامی داریم و یک تاریخ 2700 ساله نوشته داریم. ما مردمی نیستیم که دیروز از کوه و پشت و دشت آمده باشیم و برامون خطی نوی ساخته باشند. درباره برگردانیده شدن فارسی به سریلیک در دوران شوروی چه اندیشه دارید؟ چه ضرورتی بود که ما خط نیاگان را یکسو مانده خط امروزه را پیاده کردیم؟ این کار نادرست است که مردمی را که ادبیاتی گوناگون و 1100 ساله داشتند همه را خط بزنی بیای از نو براش الفبا بسازی. این کار جنایت هست. یعنی کاری که بولشویک‌ها با تاجیک‌ها کردن جنایت نابخشودنی است. یک مردمی با تمدنی را زدن به خط بیدانش کردن. این کار جنایت هست و هر کسی هم از این پشتیبانی کند او هم جنایتکار است. این ما باید بشناسیم، دقیقاً باید بدونیم که کاری که با ما کردن جنایت بود، ولی در اون شرایطی که چنین جنایت صادر شده بود بنابر مصلحت او مملکت و اون نظام اونا باید همچنین میزدن، همه را بیکله میکردن که برای خودشون کادرهای تیار میکردن. یعنی تماما با اون جهان کهنه‌ای که در نظر اونا کهنه بود و ارزشی نداشت باید کنده میکردن همه را تا یک چیزی نوی بسازن. اونا خودشون هم میگفتن منش منا با این میر پس راهیم. اما ملت های کوچک چون ارمن ها و گرجی ها حروفات خود را حفظ کردند کو؟ برای که تاجیک ها همان زمان شعور ملی نداشتند، همان زمان پشتیبانی نداشتند از خودشون که بتونن از دین و فرهنگ و زبان و دیگر سرزمینشان پشتیبانی کنن، نتونستن سرزمینشان را یک پارچه نگه دارن. سمرقند و بخاراشون از دست رفت، دیگر شهرهاشون از دست رفتن و با از دست رفتن این شهرها دانش آموختگانشان هم از دست رفتن. این چیزی که در تاجیکستان ساختن با دهقان بچه های بودن که به زور نیم سواد چله سواد بودن که خط لاتین
تاجیکی را یاد گرفته بودن، یک چیز ساختن، پیش بردن و توانستن چون در همون کوهستان کشوری بسازن. معجزه است. این واقعا یک معجزه هست که مردم ما از خود نشان داد. چون که بعداً از سال 1940 به بعد یا پس از جنگ آلمان بگیریم، در تاجیکستان کادرهای خوبی پیدا شدند که تونستند در همون کوهستان یک کشور بسازن. آفرینشان باد. این معجزه است. ما این تاریخ باید بدانیم. ولی آن چیزی که در سالهای 20 و 30 رخ داده بود که ما را از ریشمون کندن، نتیجهش همین شد که امروز. خلاصه به اندیشه شما چی باید کرد؟ خلاصه صحبت ها این است که تاجیک ها باید برنامه برای گذار از خط امروزی تاجیکی به فارسی شونه تهیه کنند و این روند باید روندی پی در پی باشد که در مکتب ها از صنف 1 تا صنف 11 خط فارسی من درس داده شود تا اینکه بعد از 11 یا 22 سال کارشناسای داشته باشیم که کم کم این خط نهادی نکنند که فراگیر شود. رسانه ها باید به این خط نوشته بشوند، نوشته ها باید به این خط باشند. یعنی یک کار ریشه‌ای. برای چنین کار ریشه‌ای ما امروز کارشناس نداریم. با 10 کس و 15 کس چنین کار بزرگی انجام نمی شود. پس باید برای شاید برنامه تهیه کرد. برای تهیه چنین برنامه 10-15 کس کافی است. تجربه دوباره تغییر خط در تاجیکستان هم باید حتما در نظر داشت، یکی در سال 28 یکی در سال 40 و این برد و باخت ها را دید. اما این که خط فارسی برای ما مهم هست چون یکی از عامل های آفرینش تمدن و فرهنگی ماست، چون چرایی ندارد. خب تشکر به شما که با ما بودید. باش، خدا حافظ. باید گفت که زبان به خط خودش رشد نمی کند. زبان بقای ملت است و برگشت به خط فارسی برای نجات زبان خود یعنی ملت خود است. برای راه به سوی عالم ادبیات نیاگان است. اما امروز بین ما و خط نیاگانمان فاصله به وجود آمده. این است که زبانمان دارد خراب می شود. وقتی زبان خراب است، کتاب خراب است. چون کتاب که خراب شد، دانش اندوزی نیز مشکل می شود. باید ما از این ورطه نجات یابیم. اکنون مختصر از دیگر خبر و رویدادها همکارمان صفیه واحدова به شما گزارش می دهد. در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مقامات می‌خواهند استفاده تنور در نزد بیناهای استقامتی بلندشانه را منع کنند. ساختن و استفاده تنور نانپزی در نزد بیناهای استقامتی بلندشانه شهر دوشنبه به قول مسئولین حکومتی پایتخت به حسن شهر نقص وارد کرده هوای شهر را آلوده خواهد کرد. مسئولین کمیته معماری و ساختمانی تاجیکستان میگویند در نزد بیناهای بلندشانه در شهر دوشنبه ساختن تنور نانپزی با منظره پایتخت کشور موافق نبوده، از سوی دیگر استفاده انگشت و هیزم برای پختن نان به وضع اکولوژی شهر تأثیر منفی می‌رساند. در اولین نشست گروه کاری آید به ترتیب دهی کودکس اندازی تاجیکستان که در وزارت مالیه برگزار گردید، تاکید شد که کودکس نو باید با در نظر داشت منافع سوبیکت‌های صاحبکاری و شهروندان کشور ترتیب داده شود. نایب سروزیر دولتعلی سعید که همراه با یاردمچی رئیس جمهور آید به حقوق انسان ظریف علیزاده و رهبریت قسمی از وزارت‌ها و کمیته‌ها در این نشست حضور داشت، گفت طبق فرمان رئیس جمهور حکومت باید کودکس نوی انداز را آماده کند. سیستم عمل کننده انداز در اساس اقتصادی بازاری بنیاد شده است. اصلاحاتی که قبلا گذرانیده شد قدم اول در بنیاد سیستم انداز محسوب می شود، گفت دولتعلی سعید. یادآور می‌شویم سنه 10 می سال جاری رئیس جمهور امامعلی رحمان ضمن ملاقاتش با کارمندان انداز، گمرک و ساحه بانکی سپارش داده بود تا سال 2020 کودکس نوی انداز آماده کرده شود. در همین حال کارشناسان به بهتر شدن وضع در ساحه انداز با قبول کودکس نو چندان باور ندارند.
онҳо ба ин назаранд ки мушкили асоси фасоди сартосарӣ ва риоя нашудани қонун аст, на кодекси андоз ё қонунҳои ҷории кишвар. бино ба ин ки Алмазбек Атамбоев, президенти собиқи Қирғизистон, барои бозпурсӣ ба суд ҳозир нашуд, фармони бо истифода аз нерӯ барои боздошташ содир шудааст. дар ин бора Кундуз Жолдубоева, ёвари Атамбоев, дар саҳифаи фейсбукиаш дирӯз 18 июл навишта гуфт, ки тибқи як манбаи муътамад барои боздошти Атамбоев мехоҳанд 1500 корманди мақомоти қудратиро сафарбар кунанд. ӯ афзуд ки мақомот фаромӯш карданд ки зургӯӣ метавонад ба оқибатҳои ислоҳнашаванда расонад. ёдовар мешавем ки Алмазбек Атамбоев собиқ президенти Қирғизистонро вазорати корҳои дохилии ин кишвар бори севум ба бозпурсӣ даъват кард. ин бозпурсӣ бояд субҳи имрӯз 19 июл баргузор мешуд. Атамбоев бори севум ба бозпурсӣ ҳозир нашуд. Кундуз Жолдубоева, ёвари Атамбоев, дар саҳифаи фейсбук навишт, ки манобеи муътамад хабар доданд, ки фармони бо истифода аз нерӯ боздошти Атамбоев содир шудааст. расонаҳои қирғизӣ хабар доданд, ки дар деҳаи Койтош, атрофи манзили зисти Атамбоев, ҷонибдоронаш ҷамъ омада, барои дифоъ аз ҳамлаи кормандони мақомоти қудратӣ омодагӣ мебинанд, то нагузоранд, ки Атамбоевро мақомот боздошт кунанд. Сергей Слесарев, вакили дифоъяш, ба расонаҳо изҳор дошт, ки барои бозпурсӣ ба идораи тафтишотӣ Алмазбек Атамбоев нахоҳад рафт, зеро ӯ то ҳол соҳиби унвони президенти пешини Қирғизистон аст. амрико 500 нерӯи низомии ҷадид озими Арабистони Саудӣ мекунад. мақомҳои вазорати дифоъи амрико гуфтанд, ин иқдом намоиши қудратӣ дар баробари Эрон аст. амрико нишасте низ дар Баҳрайн барои ҳифозат аз тангаи Ҳурмуз баргузор мекунад. Нью-Йорк Таймс рӯзи панҷшанбе 18 июл ба нақл аз ду мақоми вазоратии дифоъи амрико гузориш дод, ки ин кишвар қасд дорад 500 нерӯи низомии ҷадид дар Арабистони Саудӣ мустақар кунад. ин нерӯ бахше аз нерӯи васеътаре аст, ки амрико зарфи 2 моҳи ахир ва ба дунболи афзоиши таниш бо Эрон дар обҳои халиҷи Форс ба минтақа эъзом кардааст. таниш миёни Эрон ва амрико дар халиҷи Форс дар моҳҳои ахир боло гирифтааст. ҳузури низомии амрико низ мудом густардатар шудааст. Доналд Трамп токунун 2000 нерӯи низомӣ ба минтақаи халиҷи Форс эъзом кардааст. Нью-Йорк Таймс навиштааст, ки вазифаи онҳо умдатан баррасии фаъолиятҳои Эрон ва ҳифозат аз нерӯҳои амрикоӣ аст, ки дар ҳоли ҳозир дар Ховари Миёна мустақар шудаанд. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و من با شما خداحافظی میکنم. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه ها و همکاری های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا هفته دیگر.